در دایره استقبال ارزنده از 34مین سالگرد استقلال دولتی با اشتراک معاون سروزیر مملکت سلیمان زیازاده و رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید در شهر باختر مرکز بین المللی رشد و اینوواسیای خطلان مورد بهره برداری قرار داده شد. مرکز در دایره اعلان سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا و قبول گردیدن قدنامه تاریخی تاجیکستان عاید به ذهن صنعی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور زمانوی ساخته شده، حجره‌های خدمت‌رسانی آن با تجهیزات معاصر ساخت شرکت‌های با نفوذ جهانی تامین است. ضمن سخنرانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مناسبت روز دانش و درس سال ابراز گردیده بود که در زمان ما که رشد با سرعت و بی سابقه علم و دانش، تکنیک و تکنولوژی ها و بخصوص ذهن صنعی خصوصیت برجسته آن میباشد، دانش آموزی اهمیت اولین درجه و حتی حیاتی پیدا کرده است. مقصد از تأسیس مرکز خدمت همچون پل همکاری بین دولت، بخش خصوصی، علم و تکنولوژی و جامعه معنی داد گردید. مرکز جهت فراهم آوردن فضای معاصر برای رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همزمان پیشبرد اینوواسیا و ذهن صنعی خدمت می‌نماید تا که خطلان به مرکز استراتژی پیشرفت در منطقه تبدیل یابد. ضمن افتتاح ابراز گردید که مرکز امکانیت‌های تشکیل فورم‌ها و کنفرانس‌ها، برگزاری چهاربین‌های بین‌المللی و منطقوی عاید به اقتصاد، سیاست، فرهنگ و علم، مرکز آموزش و بازآموزی جهت تیار کردن متخصصان و تکمیل اختصاص در همه ساحه‌ها، اینوواسیا و ذهن صنعی، تشکیل لابراتوارها و کورس‌ها برای آموزش، رقمی‌کنانی و تکنولوژی‌های معاصر، همکاری بین‌المللی، جلب سرمایه‌گذاران، شرکت‌های خارجی و مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی، معرفی امکانیت‌های خطلان، نشان دادن اقتدار کشاورزی، صنعتی و سیاحی ولایت را دارا است. اثنای شناسایی رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید تأسیس مرکز را برای رشد تجارت رقمی، آماده‌سازی متخصصان سطح بین‌المللی و آموزش تجربه پیشقدم کشورهای پیشرفته جهان مهم ارزیابی نمودند. همزمان با اشتراک معاون سروزیر مملکت و رئیس ولایت خطلان در ورزشگاه دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو به مناسبت 34 سالگی استقلال دولتی همایش متنوع فرهنگی دایر گردید. ضمناً رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید ضمن ارائه سخن شادباشی خود استقلال را دستاورد ارزشمند تاریخی، سعادت جاویدانه، تنتنه باشکوه و مؤثر و نشانه پایداری ملت نامیده اظهار نمود که مردم تاجیکستان روز استقلال دولتی کشور را چون نشانه قدرشناسی و ارزشگذاری به این سنه تقدیرساز ملی در فضای دانه تجلیل می نمایند و شکرانه می کنند که دولت صاحب استقلال و وطن صاحب اختیار دارند. معاون سروزیر مملکت به اشتراکداران همایش و کل ساکنان ولایت خطلان پیام تبریکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را رسانیده با آنها خانه آباد، سعادت روزگار، صلح و آرامی که اساس خوشبختی خلقمان و آبادی سرزمین محبوبمان میباشد آرزو نمود. ابراز گردید که استقلال دولتی را در راه خودشناسی ملی و تاریخی، احیای آیین و سنت‌ها و رشد علم و ادب میتوان مرحله درخشان و پرافتخار فرهنگ و تمدن ملی دوران رشد نیروی ذهنی و ایجادکاری ارزیابی نمود. محض سیاست باقرار و نتیجه‌های استوار مکتب بزرگ دولتداری پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان است که در ظرف 34 سال صاحب استقلالی زمینه‌های بنیادی رشد استوار و باثبات تاجیکستان و برنامه‌های مکمل و نتیجه بخش ساحه‌های حیاتاً مهم کشور از جمله صنعت و انرژتیکا، نقلیات و کمیونیکاسیا، کشاورزی و دیگر سمت‌های حیات مردم موفقانه تامین کرده شدند. کل 34 سال می‌شود که مردم تاجیکستان با بهترین ارزشمند و نایابترین دستاوردی که این را تمام مردم ما انتظاری میکشیدند در تاجیکستان حکم فرما است. استقلالیت بهترین نعمت و ارزشترین دستاورد ملت ما است که واقعا هم برای ما پیش از همه استقلالیت سیاسی، فرهنگی، معنوی و نیروی ذهنی را تشکل داده برای تامین زندگی شایسته مردم نقش بارز گذاشت. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خطلان جهت بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی و غنی گردانیدن دسترخوان مردم با مواد با صفت غذایی، رشد باثبات ساحه صنعت و استحصال محصولات رقابت‌پذیر، بنیاد انفراستراکچور ساحه اجتماعی و تحکیم فعالیت ساحه‌های معارف و تندرستی تدبیرهای ضروری اندیشیده. جهت استقبال نمودن جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان، ذخیره و امکانات‌های موجوده را با ثمر استفاده می‌نمایند.
дар идома барномаи бошукӯҳи фарҳангию ҳунарӣ манзури тамошобинон гардонида шуд. با شکرگزاری از فضای آرام و آسایشته وطن امروز تنتنه استقلال در تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان ادامه دارد. مخصوصا چگونه که شما شاهد هستید تنتنه های جشن استقلالیت دولتی در ولایت ختلان با یک روحیه تازه برگزار گشته ایستاده است. این همش آسایشتگی، صلح و وحدت، استقلالیت، محض تلاش‌های شبانه روزی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. باعث سربلندی مردم تاجیکستان است که امروز در طول 34 سال به دست آوردن صاحب استقلالی در فضای تنظیم و آسایشتگی کار و زندگی نموده ایستادیم و امروزها در حقیقت تنتنه استقلال در گوشه و کنار مملکت در سطح بلند گذاشته ایستاده است و افتخارمند و شرفمند از آن هستیم که برای به دست آوردن صاحب استقلالی کشور زحمت‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به اندازه است و امروز ما باید شکرگزار از استقلال دولت خود کنیم. شکرگزاری از نعمت بی‌بهاترین صلح و وحدت کامل در وطن محبوبمان داشته باشیم. дар воқеъ истиқлоли давлатӣ дастоварди арзишманди таърихӣ, саодати ҷовидона, тантанаи бошукӯҳу муассир ва нишонаи пойдории миллат буда мардуми тоҷикистон ин ҷашнро чун нишони қадршиносиву аршгузорӣ дар фазои идона истиқбол менамоянд.